سلام از هیمانم. در این ویدیو در خواستن در مورد API گپ کنیم که من در واقع پیش هنی در واقع با پارت دوم API، یعنی پارت اول API گپ کنیم، یعنی سراغ پارت دوم. قبل اینکه پارت دوم شروع کنیم توش گپ کنیم به اسم Open API. Open API کدوم چیه؟ ما البته موقع که API چکر نیست توش در قانون اسم Open API. حالا Open API بجنه هنی ادامه کاری خواهد بیاج بیجم خواهی دوست در واقع نه. API در واقع یک استاندارده، یه استاندارده که ایجا API خواهد چرا داکیومنت کی، چرا معرفی بکی. در واقع یه استاندارده که به صورت جیسون یا یامل در واقع ده. که ایجا endpoint تا چیه، HTTP در واقع متد تا چیه، چه در واقع کوری خواهد چه واقعا چه HTTP کد تا چیه و چیز مختلف دنه که به سوالگر جی حالا ناستا کن، حالا نوی قدیمی سوالگر ده، حالا به سوالگر جی ناستا کن. کلا در واقع داکیومنت اتوماتیک چقدر دادیم من با اجرا کنید داکیومنت من اتوماتیک چقدر برف شد، چقدر رندو لازم نه واسه خیلی درد سر بکنیم. در واقع کلی اطلاعات داده تا اشاره که جوره هر ویژ مستند بنیسته که حالا کسی که ده بیان استفاده بکن. خب هنی سراغ که من در مورد یا گپ کنم در مورد وی پی گپ دیگه مستند دکتر تا تمیز مستند که من دا. خب من در واقع گپ کنیم گوتنی هم API نیستنی API آدرس API گپ کنی در مورد خود API گپ کنی گوتنی حالا تقریبا هر چیه که وگری نه گفتن ما HTTP متد خان HTTP کد خان ما حالا HTTP کد خان ما که موفق بود 200 ما موفق نه حالا متناسب با توشته که 400 مثلا 402 401 که بنا دوستانو بیام گپ داریم. ما حالا گفتم خطا واقعا اینترنال ارور خطایی داره 500 ما اویان دا گفتم به جایی که مثلا اوکی برگردن خطای 500 واقعا اویان دا بعد وی اشاره کنم بجم آقا چه واقعینه مقدار خرجی دیجم واقعینه. خب پس هم در مورد HTTP کدانا پیام گپ کنیم. HTTP در واقع کد استاتوسانا پیام گپ کنیم تشتک مفهوم در واقع تشت ثابته حالا انت اینترنت چی بگرم که تشتانه های و بهتر استاندارد استفاده کن. حالا هر کی جان اونا در واقع دستبندی خیر 200 موفقه همیشه هم در خواستن در واقع وگرنه نه 200 بدن 200 موفق. بعد حالا هر کی جان اونا متناسب با نیازی خرجه کن خطا بدن. خطای سمت در واقع سرور در 500 تا 599 خطای در واقع کاربری در 400 تا 499 خط تغییر روتانا 300 تا 399 موفقانه 200 تا 299 اینفواناژ 100 تا 399 بنا خطای کلی نه خطایی که خیلی در واقع محبوب من بیجم که حالا خیلی خیلی در واقع پر یه مبحثات درج نکنیم اصلا 500 در واقع مثلا 501 اول درخواست اصلا موگر نشه به سمت سرور ارائه شده اما سرور ناشناخته و امکان پاسخگویی خطا نه. حالا هر کیشان اونا مثلا خط 500 خط 401 سا در واقع دسترسی خط نه در واقع 403 دسترسی خط نه 401 احراز هویت نویه در واقع 404 صفحه یافت نشد در درخواست نشانده یک صفحه یا چی وجود خط نه. بعد حالا اون گالک توشته دونه هک حالا مثلا هر اینترنت داخل HTTP استاتوس کو گالک توشته نته. خب پس اولی گوتن HTTP استاتوسانش گوتن گپ HTTP استاتوس گوتن کد گپ کنیم. خب حالا لازم کمک اجازه میشه
ویدیو دوم در حالی که من در مورد ویا پشت گپ کنیم. خب ما گفتم حالا اش تیپی گت اخن چه آزا موقع گت لگا تو بشینیم در گت اکن. خب بعد هنو گفتم مثلا رو تا گشکن روتی خواهد شکم دست کاری کم در روتی خواهد بزنم تست انستم API get get data. خب آغازم شکل کنم نوی هرچوبا من اما آغازم شکل insert جا خوازن بکنورت دی بی گوتنی پس به مدل دان HTTP گوتن HTTP post از insert کنی HTTP post مثلا لبی دانستم insert. خب insert چی؟ insert هن اجرا کنیم ببینیم چرا و ارتباطی انده در بدنه یعنی سو در واقع پیشتر ارتباط داد هم لایه مختلف اکسپشن ریز کنیم ارتباط مثلا رای پرزنت حالا اگه گشتیم در مورد کلین گپ کنیم اونا ایجن ارتباط کلین ارزم بزرگ ارتباط کلین بحث پرزنتیشن اوی انده خطایی که لایه پوینتی اوی انده مبتکل مثلا دسترسی خطا لایه جور ابزار مختلف خانه یا حالا به میدلور در مورد میدلور حالا ویدیو جوری گفتم میدلور کلا نجا ارته دات نت کور ها درخواستی که ته اول میدلور مختلف رد تا برنامه اجرا یک ام میدلوری که خود در واقع حیا اما شکل رو در مورد مبحث در ویدیو جدا گفتم من فکر کلی گفتم من تکم میدلور مختلف حیا و میدلور فکر پایپلاین که اوی واسه عربی واسه تا اجرا کنه اما شکل نه واسه میدلور اگه خرج ایجاد کنی لایه پایین اگه خطا بدم لایه جور شکل نمی تبدیل کنی و تبدیل چک کنی یک ری که مثلا ام لایه پایین خطا دو عدن میدلور رو ترنسلیت که گشت بی استاتوسی من در واقع نه چیزی که مرسوم استفاده تکم دو تا متد تکم نوی عوض آلش کردم و خواهد حالا مثلا دیگه با روت خواهد در روت بیان اویان داریم روت کلی دیگه بی معنی بس کنم ببینیم چجوریه حالا تا اجرابا بجم در مورد اوپن API گپ کنیم جوری بنا اشک نیستیم مستند بنویسیم بعد از کانفیگ انجام بدین اوی اندو به جای اول کنار بیان کنار بیان اوی انیسا که با کاربرد چیه موقع ورکم اوی جوری انیسا با اصلا مثلا کنم از اون ورودی بیا چه ورودی به چه اونا اصلا راحت اشک بنویسیم تا ما راحت API مهاد ما به روتی که کاستوم که اخر چکنه API تا با کاستوم باش کاستوم API ما در واقع خاط بعد در مورد روتش گپ کنی هم در مورد ورودی اما شکل ورودی راحت اوند بجن استرینگ نه شکل راحت اوند استرینگ بود یا تو استرینگ میسازه والا حالت اوینجن کوئری استرینگ در شکل حالت بادی بیام مثلا کلاس بنویسم کلاس بنویسم هم صورت می هست صورت بادی مثلا کلاس بنویسم مثلا استودنت کلاس استودنت من چخه شاید کلاسی بشینم بس کن آیدی چک کن سه خواهد گیت چی خواهد درسته و چیه من درسته و جی آیدی بس لخنم نامبر خواهی درسته بی لخنم نامبر و جی اویان حالا با مثلا بوده اشاره کن اویان دا بیا هم اشاره کن بیجم و فرام و بادیه و بادی یعنی بدنی اگره هر درخواسته که سمت چیه هدر خواهد بادیه خواهد بعد URL خواهد URL آدرسی چیه بعد کنار انتهای آدرس هم اشتراک توشک اضافه کنه الان بیاد دوینه اشتراک غیر بیام مثلا بادیج میرم خب حالا از یک بیاد بینن و حالا صورت هدر صورت چته صورت هدر یک صورت هدر دوینه بیاد بینه هدر معنا توشک ما سطح دسترسی چیه گفته هدر معمولا دوینن مثلا از توکن بدم با کیه گفته هدر اصلا ای مثلا اصلا کی حالا هش حالا اگر مثلا استرینگ کی فیاجی ببینیم خب ببینیم چجوریه پس من HTTP متد و نه فلان کلا به هم گپ کنیم ببینیم اوضاع چره
خب مثلا ویدیو من چقدر درش کردم اصلا کلا خواستم گفتم ویدیو یک بشم اما سستکم که برتر. خب حالا 10 دقیقهش برتر جبو. خب حالا مثلا اجرا کنم دیگه اجرا کنم حالا اجرا API چی خاطر حالا یه گوته بودی ویز بدم چه بدن تست دیگه درخواسته من شو اول تماش کنید درخواسته من و آدرسه من آدرس ترکیبی آدرس پورت عدد آدرس API و بعد بیو ان کوئری من در واقع کناره بیا اخذ نشر کنیم بی تشتگ اضافه کنیم. خب کناره H هدره و نوعش در بچه HTTP متد من گتا یا پستا بیا جی پی بیننیم مغازه مثلا بیا هدره چک کنیم مغازه هدره من و پیا بیننیم HTTP متد من که پستیه و آدرس مجی خویه هدره ما بتونیم و هدره ما اضافه کنیم و نویه و ولیوی بیه نوع هدره نوع چیه ما کانتنت تایپ ما مختلفه شکل جیسون ها چیزی مختلفه اوی اندازه لیسا ما توی دن اضافه کنیم که قچکتر بکنم اوی اندازه توی دن ما اضافه کنیم بادی اضافه کنیم و بادی مویه و ساختار کلا ساختار چه بعد خروجی کرده در خط استاتوس کد در چیه 200 بتون 200 موفق اول مقدار بیا اساسا ورگاین اگر مثلا خطا بوده اول 500 خروجیش سامان ورگاین پس روش بیا گپ کنیم نظر بیا کافی حالا من بیشتر اونا مباحث اول بیشتر بحث اکادمیک در خود نگپ کنم که مباحث گپ کنیم بهتر حالا که اینکه جلانه تو پروژه گر مزن بیا افکار کنیم اونا کلشون شاید عادیه تشتر کنیم در چند تا کلیک اما گفتن حالا اونا بشینیم بهتر در مورد API گپ کنیم API گپ کنیم REST گپ کنیم RESTful گپ کنیم در مورد Open API گپ کنیم و مثلا کافیه